سلام بچه، حالتون چطوره؟ من که مثلا خوش اومدید به ویدیو. بچه یکی از شما گفته بودید که حالا تیتانیوم چطوری به دست میاد و قبل اینکه بگم ویدیو رو لایک کنید. برای به دست آوردن کوره تیتانیوم و خود تیتانیوم اول از همه باید برید تانک بزن. تانک هم دقیقا همین ایرپورت هم نوشته، همینجا مارکی کردم. اول از همه شما برید تانکو بزنید و از روز دوم به بعد باید تانکو بزنید. بعد اینکه زدید حالا آتیشش که خاموش شد یه دونه هم حالا بایستید بهتون نشون بدم، یه همچین چیزی میده این و بذاره دقیقا همین شکلی هم هستش، ولی خب بعضی خودم شانسیه تقریبا اکثریت میده ولی بعضی خود نمیده همچین کوره ایو و دقیقا شکلش هم همین نشون دادم دیگه، دقیقا همین شکلیه. بعد حالا برای به دست آوردن تیتانیوم چیکار کنیم؟ اول از همه شما میایید تو نقشه، این پایین دکمه سبز رو میزنید و اینجا این عکس سنگ و کنارش به علاوه است میزنید. این گزینه نوشته تیتانیوم مانی، یعنی سنگ تیتانیوم، ولی خب این تیکش باید فعال بشه. که فعال باشه معمولا خب حالا سنگ تیتانیوم تو نقشه ظاهر میشه. و حالا قبلش کار میکنید، مثلا میایید حالا بنزینا رو میذارید داخلش. حالا بعد بریم دنبال سنگ تیتانیوم و نوع سنگ تیتانیوم هم بهتون نشون میدم. و حالا بعد توی نقشه نگاه کنید، دقیقا همونجاست. اون یه سری سنگ حالا حالت سبز خیلی روشنه و معمولا هم اینطوری برق میزنن، یعنی دقیقا همین شکلی هم. و یه نکته خیلی مهم همین اینجا بگم، باید حتما با این تبر لول 1 و لول 2 نمیشه زد و حتما باید با لول آخر زد، یعنی تبر استیلی. و خب حالا ما یه دونه بریم بسازیم تبر استیل و بریم ادامه کارمون. و خب حالا ما تبر ساختم و برای اینکه حالا یه آموزش هم بدم، این تبر یکی که خب یه همچین پیامه، تبر رو دارم بزنید دوباره همچین پیامه ببرید، پیام این تبر سوم بزنید سنگ تیتانیوم رو بهتون میده و معمولا همینطوری هفته بهتون میده. بعدش هم حالا بریم یه دونه دیگه بزنیم که دیگه کامل مطمئن شیم. و میگم خیلی دقیقا همینطوری کامل سفیدن و اینا رو که اینطوری بزنید سنگش به دست میاد. باز حتما دقت داشته باشید که تبرتون لول استیل باشه، یعنی این شکلی باشه. و حالا چطوری باید همین از طریق کوره، همین کوره تیتانیوم، خود تیتانیوم رو به دست بیاریم. حالا ما بریم سمت همین این جایی که یه دونه ساختیم و تقریبا واقعا خیلی به درد بخوره، چون واقعا خیلی کاربرد داره تیتانیوم. بنزینی که شما گذاشتید، بعد میاید مثلا استیل رو تقسیم میکنید، این دکمه استارت رو که بزنید تیتانیوم به دست میاد. حالا یکم اول صبر کنید، حالا این سرور هکه چون تون میاد، یه صدای خیلی بالی هم داره. خب این تیتانیوم به دست اومده است، یه دونم سنگ معمولی بزنیم و دیگه حالا رنگش هم یه بار ببینید که چه شکلیه. خب این حالا از یه دونه در، البته باید یکم بیشتر میزدیم چون به دیوار نمیرسه. اینا تا اینجا که استیل، اینجا تیتانیومه و واقعا خیلی قشنگه. و اگرم بیستون یکم بزرگتر باشه و فول تیتانیوم کنه که دیگه محشر میشه اصلا. و دیگه تقریبا چیزی نمونده. بعد برای اینکه حالا این تیتانیوم تو خراب نشه، حالا قبلا هم گفتم اینطوری بذارید داخل چیزیتون تا چیزیتون مثلا زنده بمونه.
و اینم بود از آموزش تیتانیوم. امیدوارم که براتون یه جای مطلب مفید باشه و باز هم هر سوالی که داشتید بهم بگید تا آموزششو بذارم.